ای جون عزیز من تو جانون عربی، در روی زمین پری افسون عربی، بلا بخدا آب و عدا شد دلی من، این ناز و عدای دختری خون عربی. گاوات برم به پا دبونی دختر، ای عاشق شدیم دونی ندونی دختر، من خط کنم و شاخی گاوت بندم، کاشکه که خطی مرا تو خونی دختر. بریان دلکم زراهی دوری من و تو، بریان دلم زراهی دوری من و تو، قانون به نمیرسد زوری من و تو، قانون به نمیرسد زوری من و تو، شاید روید دو گل بگوری من و تو. یک کوهی بلند باشد و یک دونه دوتا، یه حافظ شوم و سرود خوانم بر یار، یه دو قاشی سیاه تا در دلم میدوزم، یه تا زنده حیم بری تو من میخونم. لیلا لیلا در عشقی تو مجنونم، ای از هجری تو در دستی سبق نالونم، ای که امری خدا شود شوی مهمونم، در جمعه بام چه و دورت جونه. رفتم بسری باریم که یارم خوابی، همیشه میزند چشمهاش سیاه شور خوابی، گفتم بیروم ای یارم بیدار کنم، دمش نزنید چو بلبلیم از خوابی، گفتم بیروم ای یارم بیدار کنم، دمش نزنید چو بلبلیم از خوابی. خدت جولنی مانا تنت ماهیره، ایره گشتن نکاد کبکی سهرگاهی را، هرگه که تو پوشی کرته شاهی را، دیوانه کنی یوسفیم از شاهی را. دیوانه کنی یوسفیم از شاهی را. به به، سلامت باشید. درود دوستان عزیز، برنامه گنجور است و ما در عرفه جشن نوروز یک برنامه خاصی رو پیشنهاد شما میگردونیم. در ناحیه مسجد هستیم و هنرمندان این منطقه امروز برای ما ترانه‌های دلنشین مسجدی را پیشنهاد خواهند کرد و البته که برنامه ما با همون رباعی‌های زیبای مسجدی آغاز گردید و با همون ریزی که هنرمندان
روبایی سراییدن. درود بر شما. خوب هستید؟ کارتون خوب است؟ نوروز عجب مبارک شود. سلامت باشید، سلامت باشید. چقدر روبایی های زیبا هستند. مثلا در هر یک روبایی که از جانب هنرمندان اجرا می شود یک داستان است، یک قصه است، یک قصه عشق است و در همون قصه های عشق همچنین لطف است، شیرینی است و همچنین یک شوخی و متعایبه است، چنانه که نامه را در شاخ کاب میفرستد. همین گونه یک رمزها، همین گونه یک تصویرهای جالبی روستایی است. بگویید که در جشن نوروز بیشتر همین روبایی ها اجرا کرده می شود، چون جشن نوروز فصل بهار، فصل بیدار شدن ها است، فصل عشق است، فصل محبت است. در تمام چاره‌بینی های مسجد، چه در کوهستان چه در امروز، روبایی سرایی هست. به روبایی سرایی و چاره‌بینی به حساب نمیرد. برای چی؟ چون که روبایات ژانر مرکب ترین نظم است. یک روبایات قطعی میتوانید یک داستان بزرگ افاده کنید. اگر ما وی به نثر گردانیم یک کتاب به مثل کتاب شاهنامه می شود. یک روبایات فرض کردیم که لب در لب یار و سینه در بیم و عذاب، من باشم و یار باشد و یک کوه خراب، کافی است مرا بستری از سنگ ساخته، یک برده نان باشد و یک کوز. بینید برای یک برده نان اینقدر صبر و تحمل در کوهستان قاقی که هیچی نیست. یعنی ژانر بزرگی نظم روبایات است که خرد و کلان مسجد روبایات میداند و در چریدن چراندن بوز خودش و یک روبایات میکند. یا که در پختچینی بازم حلال من باد، نیمی جگرم سوخته برای نگهات. نیا کنید و پختش سوخته است و برگشته نگاه میکند، این میسوزد. ببینید همین دو مصر بیت و شرطیم یک عشق و محبتی که وای از غیب است. عشق از غیب است، ولی عاشقا را طعنه میزنن نامحقق. عشق این یک داد خداست، هر کس سزاوار عشق نیست. همین روبایات این خودش عشق است که به نظم افاده میکنه. خب خاصه همین روبایی های مثلا مسشاهی در ژانر فلک اجرا میشوند. بله. فقط با ریز است یا اینکه ادامه دارد؟ چون میبینم که بیشتر با ریز اجرا کرده میشود. چون که هر یک دهه مسجد سبک خودش دارد. چرا؟ شما از کدام دهه هستی؟ من از دهه ویتکان هستم، نه که در تمام دهه مسجد گشتم. همش دهه شما چگونه روبایی میخوانند؟ ای یاری عزیز متکشا در بالام، ما هر دو جدا شدیم به عیبی دادم، ای دردت زندا در جگری صد پاره، سیاد من نما در کوی تو آواره. دالانی بلند داره دو پی شش ایوون، باششگاه خوب داره دو جای مهمون، باششگاه خوب داره دو جای مهمون، مهمون می رود دو دیده ماند گیریون. همین دو سبکی که خونده چی تفاوت دارن؟ آهنگش تفاوت دارد. از حساب مجرا، از حساب کشش‌های آواز، شرفی آب، همین آهنگ پیدا میشه از جای تنگی، از جای وسیع، از جای بلندی، از جای پستی. چگونه به مخاطب رساندن؟ بله، هم وقتی که در همین لب سای باشد آهنگ الکی صدای سای میگیرد. اگر در یکون جای شمال رو باشد آهنگ همون صدا، برای مثال این دهه دیگر این دهه همون جای هم از هر دهه هست. شما با سبک دهه خود خوانید. حیرون شدیم جور بقاش و قلمت، در کنجی دلم نشسته داغی علمت. من صدقه شوم چشمای جادوی تو را، رخساره سرخی آل و بالوی تو را. دههش ما چگونه است؟ مثلا طبیعتش، زندگی مردم اونجا چگونه است؟ همه مردم فکرم روبایی میدونن. قریب که همه کس میدونن دهه ما دهه پکشیف در یک جای وسیعی است. چگونه مردم چگونه زندگی میکنن؟ همین روبایی ها در کدام وقت میخونن؟ در وقتی جشن مراسم ها، در وقتی توی ها، بعضی وقت در وقتی کشت کار هم میخونن.
اونجا طبیعی بود بله. جای طبیعی هست و مجرای طبیعی جای صنعی هست و جای صنعی را میگیرد برای مثال از بیبر کشکا سرود نمیخواند به صدای موسیقی اونجا هم به خرمن میگفتن یک مسافر درباره مسافرش ناله میکرد یک تا کسل دارد درباره کسلش فقط روبای قطعی خرمن میگفتن یا درو میکردن در همونجا درو کردن با درباره یک آدمی که دلش میسوزه دربارش نیست همش عشقه سراپا عشق بازم عشقه جشن نوروز چگونه بود مثلا در روستا چگونه جشن نوروز با همین روبایی خانی چگونه میشد بین دختر و پسرها میشد کنید من گم تو جشن نوروزی با دخترها الهیده بودن مردها الهیده بودن مردها گوشتینگیری میکردن رسم کشی میکردن از آتش جهیدن میکردن نیک همین وقت دیگرها روبایات میخوندن دخترها باشد در یک وابسته به همون هر حرکت و هر حالتی که بود روبایی بود روبای حتما روبای که اونجا موسفیداش میدیدن الکه درم باره یک روبایات میگفتن و دخترها باشد همین روبایی ها حفظ شدن روبای حفظ شده فولکلور مسجو هست فولکلور مسجو تمام روبایات ها هست از عقبه فرو اومدم و نالش کردم سنگای در خانت بالیش کردم این ژانر عجایب ژانری هست که این سوختن عشق بینید که ناله کلون فرو در پیش درش سنگ بالیش کرده تا صبح نگاه کرده که مشقم از در براد من بینمش بله بابای هر دی همینا به میکروفون سرود میخوندن اینا از با میکروفون میخوند اینا میکروفون من کس اکشلاق رستنبک بود سرود اینا گفته سر میکند اینا روبایاته اینا دیگر این دیگر برای من خونن خب مرحبا یک از اپاستگا و اکشلاق یوسف وفا من یک از یوسف وفا رو وارث داشتم مرحبا آزیمون دیم بی بی جدا جاشنده دورون دارد خونه داداشنده دربندکی نو بالای قاشاشنده کجمسی مس چاهی پاهاشنده کمتر آرامتر است نه روبایی اینا آرامتر خودشون هم آرومه این کشلاقمش آرام من یک کس اپکشیف هم کشلاقی یک کس هر دوشو نبری یک بابا یک کس پستیغاو کلانترین دیه در مسجو هست اونجا چگونه میخوانن؟ چشمانی بنازی نازنینت عجب است زلفانی درازی عنبرینت عجب است سر تا قدمم به جون بیش آمد به خدا جنباندنی را سی آستینت عجب است سر تا قدمم به جون بیش آمد به خدا جنباندنی را سی آستینت عجب است همین روبایی ها روبایی هستند که از قدیم آمدن شاید که 200 سال 300 سال بعضی از همین روبایی ها تاریخ داشته باشند پیرمردان چگونه بودن مثلا پیرزن‌های اون دوران چگونه بودن شما خرد بودید چگونه بود همین مراسم ها چگونه جریان میگرفت در دوره بچگی شما طبیعی است که با گذشت زمان یک چیز کمتر تغییر میکند شکل وضع میکند پیش وقت در کوهستان مسجو دایره می نواختن دایره می نواختن در ضرب دایره می خوندن دخترها در ضرب دایره اسباب رقص میکردن با وقتی که باد میگرفت باد میدونید بله باد میگرفت یک درختی بلند به ریسمان کلان انداخته دخترها باد میگرفتن باد گیرم بسری دادم باد گیرم بسری اکام و در راه دور دیا در همونجا
دیگرها بیت میگفته اینا فقط باد گرم طرف دادم، باد گرم طرف اکام، باد گرفت طرف خالم، هم باد میگرفتن، یک بادای بلند میگرفتن، دهشت دیه. ولی سرکچه اون خیلی کار کردن نمیتوانن. نوترسی و همون جسارت زنهای ده رو یا که هیزمچینی میرفتن در اونجا حتما بیتخانه در این طرف دریا اون رو طرف دریا میرفته، همه دخترکا زنکا بیتخانه نه بچه ها قطعاشون نه، بچه ها دور جدا نزدیک اون خیلی ما رویم و بیتخانه هیزمچینی نبود. ولی از اون مثلا طرف کو یا که از این طرف کو از این طرف تپه به این طرف تپه بین هم مکالمه روبای سرای را میشه بین عاشق و معشوق و اینا ده ها بیناش و مقصد ابراز به یا پرنده را میگرفت ابراز نغز میدیدگش به یا یگو آهو را میگفت بوزکم یا برچیه کم گفته کفتری من گفته کپکی قفسی من گفته همین ژانرنده روبایات رو ایجاد میکردن. بچه ها میخوندن یا که جال ترومار کنم در گوش گاوت بند چی بود؟ شاخی گاوت مکتوب کنم در شاخ گاوت بندم و وقتی گاو پای میرم خط گیر خانه که من چی گفتیم چی خیلی سوختیم. من این چیز مثال میگیرم که از عقبه فرو اومدم رهی ویرونه پیشوازی من سوخته برو جونونه جون در کدام ده های نمیدونید برای مثال دیا که بیت میگوید وای باید پیشوازی من برو رمز داشتن بین خود رمز حتما بود. رومالچه دست گیرم یادگاری خوش جورگاه بیملال داری. خب چیز دیگر اجرا میکنه؟ من ضرب قطیب من اینجا با من حافظ باشه بفرمایید. هر خوشتی ربی وقت به جولون نشد دل آب و نگه مست و جگر خون نشد دل آب و نگه مست و جگر خون نشد با نازوی تاب دل بری ارغشتی یاره جون ترکی بدن نمودن مجنون نشد از نازوی تاب دل بری ارغشتی داده جون ترکی بدن نمودن مجنون نشد آستینت تاب میتی دلکم آب میتی آستینت تاب میتی دلکم آب میتی چون کبک سور تا بکن مرا عذاب میتی چون کبک سور تا بکن رمیده مرا عذاب میتی من عاشق چشمانی مزه بد میشم شیدای حسنی دل فره بد میشم شیدای حسنی دل فره بد میشم پند تو بجل و آینه یاری عزیز یاره در باغ محبت اندل بد میشم پند تو بجل و آینه یاری عزیز یاره در باغ محبت اندل بد میشم آستینت تاب میتی دلکم آب میتی آستینت تاب میتی دلکم آب میتی چون کبک سور تا بکی مرا عذاب میتی چون کبک سور تا بکی مرا عذاب میتی چون کبک سور تا بکی مرا عذاب میتی در جشن نوروز بازی ها بودن نه بین مردم بچگی شما از بچگی خودتون یاد برید در اون زمان ها بیشتر چیزا طبیعی بودن در نوروز اساسا شب دراز زنها کشک میپختند. شب دراز تا صبح همه علاب کرده آتش گرانده روبای سرای میکردن با دایره خط رقص میکردن در اطراف دیگ با سومنک میپختن سومنک رو الهیده میپختن کشک رو الهیده سومنک
کشک تکدیگی میگویم و یک معجزه هست. همین دو چیز زنها مردها باشن بعد میدان راست میکردن، مرجانگ میکردن، توخجانگ میکردن، گوشتینگیری میکردن، ریسموکشی میکردن، با بیت برک میکردن به یکدیگر، بیتای نوروزی، بیتای بهاری. مردها بینی هم زنها بینی هم. زنها علاهیده، مردها علاهیده، چون که یک جایی بیت برک با آهنگ اجرا میشد یا که همین گونه؟ با آهنگ اجرا میشد. کدومش غلبه میبرد با یک توفش میدادن. توفش چی میدادن؟ یک مرغش میداده یا 10 تخم میگرفت، هم خیلی توفتی بود. یا که خانش به یک طبق کشک میبردن. همه چیزها بود که خود شما اشتراک کردید در همین گونه؟ بچه 8 ساله بودم وقتی از کوهستان آمدیم. ما چیزها بازی میکردیم تا سر خطی موسفید و 12 بازی که یاد گرفت. بعد گوشتینگیری بسیار میشد، ریسمان کشی بسیار میشد، دست خوابانک میشد. همه چیزها از قدیم در همین کوهستان مسجد آمده بود. بسیارش هم پهلوان ها همونجا برآمده بود از می ایدای نوروزی. بله، یعنی در برابر اونه که مثلا این گونه ورزش ها میکردن یک سرجمعی بود، عشق بود به همین مردم، دوستی بود. به یکدیگر یگان چاره‌بینی نمیگذراندن و توی میکردن در میدان میکردن، خرمنجابه میکردن، همه می آمد همونجا بیت خانه، شوخی، لطیفه گویی. در همون خرمنجا نوروز در همون خرمنجا میشد. خرمنجا خیلی اونجا قصر و خیلی چیزا نبود که در صحرا میبرامدن. طبیعی است که نوروز صحرا میبرامد. صحرا داشتن خرمه رو در اون دشت راست میکردن، همه بنابرد رفته در دیگ و دیگدان و غذاها هم همونجا میرفت. همونجا میبرد. خونه چیز که چی نبود، همه چیز برده در همون میدان تیار میکردن و این چیزا بانی هم باز میکرد. مهر بود، مهر آقا همه بلبلان گویی بود. بلبلان در خانه ای که چندک زن و چندک مرد، در یک جا دیدم 3 زن 5 مرد. انا کن میگفت برای مردم همش یکدیگرش میشناخت. گفتن خانه یکی است. خانه میگفت خانه فلانی حساب کنید، داداش، اکاش، دادرش، همه کش، خواهرش، مادرش حساب میکرد. تو تمام این مردم خانه یکدیگرش از همه حساب میدانست. بلبلان گویی با چیستان گویی بود. چیستان ها چگونه بود؟ چیستان میگفت برای عجایب لعبت دیدم در این دشت که آتش در میان آب میگه. این در نوروز گفته بودن. بحث شد اونجنده و گشتن گفته سماور مونده که بینید اطرافش آب است، درش آتش برآمده ایستاده. با یک تی دیگه عجایب لعبتی پسندیده در همه چیزاست چسبیده و هیچ کس نمیابد. یک کس وعدشو داد که من یک گوسفندت میدم، نه اسبت میتیم، نه گون نمیگم. و آخر خندید و گفت که همه چیستا الان چی داره؟ در همه چی هست؟ فای چیه؟ نومندم هست، پشه هم هست، نونم نه. فای چیه؟ نوم، همه چی نوم دارد. الان چیستان گویرم در همون زمان میشد. همین چیزها رو برای دانستنش، برای دانستن چیستان چقدر مردم تلاش میکردن. تلاش چقدر جالب بود. خیلی چیستان یک معجزه است که شما فکرتون میگه بعد دیگر رو کافت و کاف میکند. میکافت و میابد ذهن انسان ها رو تکمیل میداد. میگون که وای شب خالی و روز پر موزه میکشتش و شب خالی. همین چیزها آدم ها رو چی میکرد؟ و دیگر جلب میکردن، شادی میکردن، خورسندی میکردن، روبای سرایی میکردن. این چیز بود که مهر بود. خب میشه و چیز دیگه اجرا کنید. گل دختری زرفشون در دیده و دلم جون، گل دختری زرفشون در دیده و دلم جون، هستی تو دردم درمون، حالی هی زرفشون، هستی تو دردم درمون، حالی هی زرفشون. دردی دلم دونی در پهلویم مونی، دردی دلم دونی در پهلویم مونی، گفتم بغم زیارا حالی هی زمونی، گفتم بغم زیارا حالی هی زمونی. گل دختری زرفشون
و دلم جون گل دختری زرفشون دردیده و دلم جون هستی تو دردم درمون حالی هی زرفشون هستی تو دردم درمون حالی هی زرفشون هستی تو مای خانه برای من یگانه هستی تو مای خانه برای من یگانه ببین عزیز قلبم گل دختری زمونه ببین عزیز قلبم گل دختری زمونه گل دختری زرفشون دردیده و دلم جون گل دختری زرفشون دردیده و دلم جون هستی تو دردم درمون عالی هی زرفشون هستی تو دردم درمون عالی هی زرفشون عالی هی زرفشون گل دختری زرفشون آفرین سلامت باشید. درباره همین گروه گپ زنید چون تنها سرودهای فولکلوری را تنها همون رباعی‌های مسجوعی را اینها حفظ میکنن و نگه میدارن برای نسل‌ها انتقال میدهند. چگونه تأسیس یافت و خب من با چه کارها مشغول هستم؟ انسامبل اتنوگرافی نقش سال 87 تأسیس داده شد. رقص آستین خاص مسجوعی ها هست. حال رقص زرفشان ما قبول دارم. رقص زرفشان ببینید در معصی و جومه و کلوشا جونم دربنده کبین در تپه پیشونی این خاص مردم مسجوع هست که شادروان عزیز شادیفی کارگردان بی 80 سالش همین نازکای رقص آستینه ها بعد جنبانه کلشه انتخاب لباس ها را همون کمپیر فرامده دخترای در همیش تیار کرد و خوشبختانه امروز همین رقص آستین انسامبل اتنوگرافی نقش که ترغیب کنندش اساسا همین رقص ملی بود رقص محل بود رقص مسجوع بود که امروز تمام تاجیکستان اعترافش کرد برای چی؟ وای صاف فولکلوری هست ملی هست این چیزا معصی از قدیم معصی میپوشن دربندک یگانه مسجوعی ها میپوشن خب همین لباسایی که میپوشن زیبا هستند ولی از طرف دیگر مثلا طبیعت فضا سردی کوهستان وادار کرد که همین لباس ها برای خود داشته باشن نه مثلا از سرما خودشون رو حفظ کنن نه برای سرما نیست نیست این لباس همین ایدانه برای همون روزهای عید میپوشیدن روزهای عید میپوشیدن نه که جامعه دوربندک همه وقت بود برای چی برای سر حفظ کردن شمال نزدن بله به همین خاطر میگم چون محسی هم برای سرما محسی هم برای هم سرما هم خونه یک کس در آمدن کلوش کشیده میداره پاچکتا خنک نمیره پیش وقت صندلی بود پیچکه نبود سوید نبود مردم خودش حفظ میکرد از همین چیزا مردهای هم از جمله همین گوشبند میبستن گوشبند میان میبستن مقصد شمال نزنه و یکم مراسم دینی نیست یا مراسم ماتم نیست این چیزا یک چیزای ساخته هستن مردم یعنی از خنکی خودش حفظ میکرد این سنت تا به امروز آمده ایستاده است که در کار این چیزا تشکر زیاد سپاس که همین گونه رباعی های زیبا برای ما اجرا کردید برای بیننده تلویزیون سفینه اجرا کردید و یک نوروزی خاصی نیز در حلقه شما داشته بار دیگر نوروزی عالم افروز را برای کلی شما مبارک میگویم آرزومند هستیم که هر روزتان نوروز باشد Sesi anguştaşa Junas taniman tanuki anguştaya
Sa che carezza si angustashe Jonas tanina Kanugi angushtaya قد زرف شد تنم مشابود آبردن و های مکانی هر پاشا بوده هل دارک را حمایتش میکردن مشاهی عزیز برای ما زادگاه بوده مشاهی عزیز برای ما زادگاه بوده نوروز شد و بنفش از خواب دمید و روی جمیلانی چمن نیل کشید کس را به سخن نمیگذارد دورو در باغ مگر غنچه برو کش خندید کس را به سخن نمیگذارد دورو در باغ مگر غنچه برو کش خندید سری ما گذشت یک روزی دیگر با شعر و ترانه های دلسوزی دیگر یک روزی خدا رفت و سلامت باشه یاران همت ها روزی دل افروزی دیگر یک روزی خدا رفت و سلامت باشه یاران همت ها روزی دل افروزی دیگر دیدار